دکتری درجه عالی رستم غنی‌یف در ستانسیه یاری تجلی طبی شهر خوجند فعالیت دارد. او 68 سال می باشد. به او اجازه شده بود تا در زمان پاندمی کرونا ویروس استراحت کند، اما او با روزگی خود همیشه در کار بود. رستم غنی‌یف میگوید روزهای اول خروج کرونا ویروس در خوجند تنها خودی او به 20 خانه می رفت که از آن 7-8 نفر شکایت کننده همچون بیماری کرونا ویروس به قید گرفته می شد. حتی بعضا وقت فرصتی خوردن خوراک نصف روزی و یا شام نداشتند. بیمارخانه رفته و نکردیم که ما بلیتین تی ما نکردیم این کاره. ما فقط گفتیم که بیمارا درست باشند، بیمارا باشد یک روز نقض میشد. وقتی از او پرسان شدیم که در این سن و سال خسته نمی شود، جواب داد که هیچگاه خستگی را حس نمی کند. فقط به پیش رفته یک کسلا می دیدیم، معالجه میکردیم، یاردم اولیه میرساندیم و نگاه کرده بیمارخانه ها بوده بستری میکردیم. موصوف 45 سال اینجانب در ساحه طب خاصه یاری تجلی فعالیت میکند و در روند کاری برای نجات هزارها نفر سهم داشته است. استانسیه یاری تجلی طبی شهر خوجند از دو قسم عبارت می باشد: مرکز استانسیه یاری تجلی و زیر مرکز. این مرکزها فعالیت 24 ساعته دارند. میرزا نبی میرزا هاشموف سرطبیب استانسیه یاری تجلی طبی میگوید در زمان پاندمی حتی 1-2 نفر کارمندان این استانسیه نیز گرفتار بیماری گردیده، حالا باشد سلامتیشان خوب گردیده است. یاری تجلی شهر خوجند گوش میکنم. فهمیدین نامشون کسله؟ با وجود آنکه یاری تجلی در شهر خوجند فعالیت شبانه روزی دارد، اما از نگاه بعضی از ساکنان بعضاً کمبودی ها در سمت فعالیتش به نظر می رسد. رسوی بودن که به واسه استفاده کرده هستیم، لیکن تنها همین دیر ماندن یاری تجلی بسیار تشویش آور بود. با او خاطر که من تا حالی از فراموش نمی شود برای دعوت کردم. من 3 یا 4 مرتبه زنگ زده بودم و دشواری کار همین است که شما با یک رقم زنگ میزنه، آنها میگن که این رقم اگر زنگ زنه و رقم برای شما دیگر رقم رو میدهد که یک گردش هست که آدم در برابری در روحیه گویم اگر یک و ناگوار قرار داشتنش رو هر یک دقیقه برایش عزیز بودن، فکر میکنم که درست نیست. معاون سروزیر شیرین اسمت الله زاده نیز هنگام واخوری در کاخ سعودیان تصدیق کرده بود که وجود کرونا ویروس کمبودی بعضی از وزارت‌ها را آشکار کرد.